سلام، خوش اومدید به بخش دوم فصل 1 برنامه محک. ما تو این قسمت ادامه قسمت قبلی رو داریم و قسمت قبلی 3 تا از پسرها حذف شدن. واقعا فکر نمی‌کردم حذف بشه. به چی دارین دقت می‌کنید؟ دمپایی پوشیده؟ پسر اگه سوپ بخوره غذا محسوب میشه واسش. و این قسمت اون 2 تا پسری که باقی موندن با 2 خانومی که هستن قراره چالش سختی بینشون برگزار بشه که از بین این 4 تا یک کاپل بیاد بیرون. درسته؟ of course. من چالش اول اعلام کنم خدمتشون. میدونم که قسمت قبل تو چالش ها خیلی صحبت کردین، خیلی محک شدین. حالا ازتون میخوام که اندازه 20 ثانیه یا 10 ثانیه هر سوالی که دوست دارین از خانوما بپرسین. این سری نوبت شماست، راحت باشین. خب شما توی رابطه چه چیزی از همه چی واسهتون مهمتره؟ من راستیتشون آدم امن زندگیم، طوری که برخورد میکنه خیلی واسه مهمه. دروغ نگه، خیانت نکنه، اون خیلی اهمیت داره. مردونه باشه، بشه خودم شوخ باشه، برای توی جمعی میریم میگه مثلا مردونه رفتار کنه، سرسنگین برخورد کنه. اینکه رو نده بهم، اون اخلاق صورتیه هست، اخلاق صورتی نباشه. گوگلی پاندایی. آره. تایپ شخصیتیتون و طرز لباس پوشیدن طرف چجوری باشه؟ خب طرف هر جا میره بعد یه استایل بزنه دیگه، ولی من بیشتر تیپای اسپورت رو ترجیح میدم خودم. چه نوع اسپورتی؟ هر اسپورتی که بهش میاد، بستگی داره به خودش دیگه. هر اسپورتی که بهش میاد. کژوال. شخصیتم آدم خوبی باشه دیگه. چجوری آدم خوبی باشه؟ خیلی آدم با من خوب باشه، با بقیه زیاد خوب نباشه. یعنی با شما مهربون باشه، آره. بقیه رو پاره کنه. ولی خب جالب بود واقعا پاره کنه. قشنگ باید پاره کنه. خب بچه‌ها سوال، امید جان سوال بپرس. اینو بدونید دوستان که قراره بین شما یک کاپل بیاد بیرون و شما باید برای انتخاب طرفتون هر چیزی که توی ذهنتونه میخواید بدونید، میخواید بپرسید، میخواید به چالش بکشید، میخواید محک بزنید طرفتون رو، تایم دارید که بگید. پسری که با شما باشه، با چند نفر دیگه هم باشه ولی پولدار باشه، خیلی پولدار، یا پسری که یه وضعیت نرمال و اوکی داشته باشه ولی فقط با شما باشه؟ وضعیت نرمال داشته باشه، فقط با من باشه. کشتمش. کدومو؟ اولیو. آفرین. من حالا چرا خاملو؟ وای مگه میتونه؟ چی میتونه؟ اصلا نه همون دومیه. یارو میگه اون طرز فکرش اینه پول دارم میکنم دیگه. طرز فکرشون اینجوریه دیگه. میگم طرز فکر طرفی که اولیه اینجوریه که پول دارم میکنم دیگه. منظورش اینه پول دارم هر کاری بخوام میکنم. ما رو با پول میده. در چه صورتی یه پسر دوست داشته باشین آف میشه؟ در چه صورتی دوست داشته باشین آف میشه؟ عوض بشن. اینو ببخش. یعنی مثلا توی یه رابطه عوض بشون، آدم یعنی رفتارش چی؟ تغییر بکنه. اوایل رابطه یه طور دیگه رفتار کنه باهاتون، بعدش اواسط نقش رابطه بازی کنه دیگه. روش نشه. یعنی چی روش نشه؟ خب نقش بازی کنه دیگه. از اوایل رابطه نقش بازی میکنه، بعدش آدم دیگه میشه. سوسول باشه. سوسود باشه؟ خشن نباشه. بچه‌ها شما بپرسید. صحبت کنید، برید آزاده. سوال الان آزاده. میتونید همه از هم سوال بپرسید. چی شد اومدی تو این برنامه؟ من چی شد؟ من خیلی وقت بود تنها بودم. حقیقتا اجازه بده، من دعا هم گرفتم. خب دعا هزینه کردم، دعا گرفتم. اصلا نمیتونین من اون کاپلی که میره اینجا بیرون من دعا گرفتم. میتونی با تلوسر بگی 4 طرف اینجا باید توف بندازی، پشو رو بنداز. من با تلوسر گرفتم. من تا تاش هستم. امیدو بندازیم دعا من تا تاش هستم. مایتابه چسب رو دماغ اومدید بالا. آخ بده؟ آخه من همون پسر خشنم، 14 سال رزمی کار کردم، آفم نکن. خب واسه همین 100 تا دماغم شکسته.
عذرخواهی میکنم. چسبر نمیتونستی در واسه برنامه؟ حتما نمیتونستم در نیورم دیگه. آخه اینجوری حرف بزنم حرف میزنه اینجوری حرف میزنه. such a nice. سوالو یه بار دیگه اگه لطف کنی سوال بپرس. دیگه نمیپرسم. چی شد اومدی تو این برنامه؟ من دوست امیرم. امیر دعوت کرد، حالا منم پسندیدم اومدم. امشب چه شبی شب مراد از امشب. بچه‌ها شما 2 نفری رو آوردین بالا که بیشترین امتیاز آوردن. یعنی توی اون 4 تا چالشی که ما گذاشتیم، از اون شرایط سخت محکی که گذاشتیم، از اون شخصیت شناسیه که گذاشتیم و خشم داره. خشم باشین کار. بله شخصیت شناسی ازامی که رو نمیدن. داشتم میگفتم شخصیتی که شناختین بیشترین امتیاز رو دادین. آره. و الان وقتشه که تستشون کنید. بندازینشون تو چالش. ببینید واقعیه یا چه کیکه. چه خانم ملیکا باید بین این 2 نفر یکی رو انتخاب بکنید. و شما هم همینطور. درست. من بگم بفرمایید. دیت اول دختر کجا میبری؟ یا رادیو سیتی افکار خریده یا اول شاید از دختر بپرسم چی دوست داره، البته نه به طور مستقیم خب چون دختر از اون جان نه نه ها خب میخواین اون اسم اون چیزو نگم، رستوران نگم، چون شاید مثلا آره مثلا بگین کافه رستوران سینما پیاده روی نه آفرین خشم خشنم نه جدی با کی میبرد؟ پارک نه ببین یه رستوران مراکشی هست تو نمیگم حالا کدوم خیابونه، اون جالبه، اون کافه رستوران جالبه، کلا کافه رستوران دیگه. دیت اول یعنی کافه رستوران جان کافه ارمنی. آره ارمنی هم میشه داخل. آره چیزای خوشمزه هم سرو میشه داخلش که داخل ایران هم حلاله. خب من جواب ندادم. سلام، من جواب دادم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. خب من چون خیلی هیجان و سورپرایز و اینا رو دوست دارم، ترجیح میدم به طرف مثلا بگم بپوش، میخوام امروز یه جا سورپرایزت کنم و یه جای جدید ببرمش، مثلا یهو بلنشیم با هم بریم کوه، کم کنیم کباب بره اینا براش درست کنم قشنگ رو منقل، عشق و حال. کباب بره توی کوه. آره یه جای یه پارک جنگلی، کوهی چیزی، یه جایی کمپ کنی خیلی باحال، یا آتیش روشن، حالا پارک جنگلی، کوه، هر جایی که بشه کمپ کرد، یه جایی کمپ کنین خیلی باحاله، واقعا فانتزیه. یه جایی کمپ کنین، آتیش روشن کنین، با هم دیگه یه غذا درست کنین. بچه یه دقیقه وایسی چی آماده می‌کنی؟ خانم ملنا کوه نه، هر جا یه جایی کمپ کنیم یا یه جای دیگه. نه کوه نه، کجا پس؟ یه پیاده روی ببره حداقل. خب آخه دختره میگه ماشین نداری کنسله. چی؟ لندی نباشه کنسله. لند نباشه کنسله؟ نه بابا. امید هستم 206 دارم. نه خب تو میگی پیاده روی یه چیزیه که خب همه جو میرم، ولی کی تا حالا شده دیت اول با کی تا حالا شده بلنشیم بریم کمپ یه جا با هم دیگه غذا درست کنیم، خیلی حال میده. من دارم میریزم. ملیکا میگم فانه با من خب خوش آمد. خب نام زدمو بدیم برم. سوالتون ملیکا پرقدرت با میکروفون رو من بده. من یه سوال جدی دوباره کافه کنیم بریم؟ نه جدی سوال ازتون میپرسم و دوست دارم هر 4 تاتون جواب بدید. اگر حالا یه کدوم از این خانوما کاپل هر کدوم، حالا ممکنه مدینا خانم با آقا امید یا مثلا مالک جان با ملیکا خانم یا بالعکس، اگر اولین بار به پولی احتیاج داشته باشن و بهتون زنگ بزنن به عنوان همترین شخصشون، بهتون بگن که مثلا من یه مبلغی مثلا 20 میلیون نیاز دارم، واجبه، حاضرید بدید یا اون فکری که اون موقع میکنید چیه؟ 100% نیاز داشته، زنگ زده اون واریز میکنم تموم شد رفت. سریع واریز. سریع شما چه؟
خب من اول قبل اینکه برم تو رابطه با طرفمو میشناسم ببینم چه جور آدمیه، محکش میزنم کامل، چون بعد طرفتو محک بزنی بعد بری توی رابطه. بعدش خب وقتی واقعا نیازش بشه اصلا میدم مال خودش. هیچ فکری نمیکنم. نیاز داره طرفم تو اون شرایط منو فقط پیدا کرده تونسته به من زنگ بزنه. همه دوست آشنا و خانواده. آره طرفتو باید بشناسی. شما با آدمی که نمیشناسی میری تو رابطه همینجوری الکی اونی که داره ایشون گفتن توی رابطه ما هم دیگه کاپل میشیم. کاپل شدیم دیگه. میگن نیاز داره. شما کاپلین دیگه. آره بابا. میری در جا؟ آره بابا. هیچ فکری هم نمی‌کنی پسر بکنم. بکن که نه. اصلا به قیافه من میخوره بکن باشم. نمیگم بکنه. ولی از اون ور یه کاری میکنم که همه بفهمن یارو بکنه. این خطرناک. من بهش میدم چون که اون پسر خیلی غرور دارن. من زمانی که غرور دارن اینجا برای بهت میگن دیگه. هیچ وقت بهش بروش نمیگم. من هر موقع داشت مثلا بده نداشتم حالا این زن زندگی. شما حرفی صحبتی. خب ببین من در آخر بخوام یه چیزی بهتون بگم. بچه‌ها اینجوریه که شما پارتنر آینده‌تون انتخاب میکنی، اولش تا یه جایی اون آشنایی، اون رفتاره و حالا چیزایی که دوست دارین. مهم اینه که دو تا پارتنر تو شرایط سخت در کنار هم باشن و برای انتخاب کاپل نهایی ما به این احتیاج داریم که شروع کنم از دونه دونه‌تون پرسیدن که برای شرایط سخت بین این دو تا آقا کدوم انتخاب میکنید و شما بین این دو تا خانم کدوم انتخاب کنید نسبت به تمام آشناییتی که از قسمت اول تا الان از هم گرفتیم. شما کدوم خانم برای شرایط سخت؟ خب من محک زدم و وقتی که میگم کمپ و کوه طرف حاضر با من تو کمپ و کوه و اینا بیاد حتی تو دیت اول حتما ملیکا آفت کردم. من راستیتش کلا چون دختر پر رو دوست دارم قطعا ملینا. جالب. شما چه می‌خوام؟ با اینکه تیکه منو انداخت گفت آفت کردم. خب من ناروکا انتخاب کنم. شما چی؟ من امید انتخاب میکنم به خاطر اینکه هم بزرگتر از سنش میفهمه هم خیلی عاقلانه تصمیم میگیره. جالب بود. حالا چیکار بکنیم که یه دونه کاپل دبیسیچل انجام میشه دو تا عروسی بگیرین؟ ببین میتونم این کارو بکنم. حالا قشنگ میشه. اوکیه. میتونیم برای قسمت بعدی که به چالش میخوایم بکشونیمشون جفت کاپل‌ها رو با هم دیگه انجام ببینین کدوم کاپل موفق چون تره. واقعا نمیتونم کاری تو چالش. بچه‌ها شما قراره چالش شرایط سخت براتون اجرا بشه. خب میبینین دو تا کاپل میبریم ببینین کدومشون موفق تره دیگه تو این چالش. خیلی خفن میشه. یعنی جفتتون الان اکسپت می‌کنین همون. آره. قبوله. الان شما اداره اکسپت کردین؟ ایرادی نداره. شما همینطور بریم واسه اپیزود سوم. لایک، کامنت، سابسکرایب حتما یادتون نره. اگر ویدیو قبلی رو ندیدید حتما برید نگاه بکنید. خیلی خوشحالم تا پایان این ویدیو رو نگاه کردید. دوستتون دارم و در آخر عشق بدین که عشق. یه چیزی بگم. شما دو تا بچه‌ها شرایط سخت رو دوست داریم شما بگید. دوست دارید این کاپلایی که شناختید تو چه شرایط سختی امتحان بشن؟ قشنگه که ما براشون بچینیم. خشنگ باشه. خرسان. مرسی.